تا حالا گربه بالدار دیدین؟ گربه‌های بالدار توی هنر و ادبیات به خصوص توی کتاب‌های کودکانه مثل کت وینگز همیشه وجود داشتن. ولی سوال اساسی اینجاست که توی زندگی واقعی گربه بالدار وجود داره یا نه؟ نه خیر. جواب این سوال هیچ وقت یک نه قاطعانه نیست. قبل از اینکه برم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. توی این دنیای پر از ناهنجاری که یه روز بز تک شاخ میبینیم، یه روز گاو دو سر، دیدن گربه بالدار دیگه زیاد نباید عجیب باشه. اما اینکه آیا این عضوی که رو بدن گربه هاست باله یا یه چیز دیگه است جای بحث داره. اول از همه باید به خودم و بعد به شما بگم که چیزی که همیشه توی اینترنت میبینیم واقعی نیستش. شما میتونید توی اینترنت هزار عکس گربه بالدار ببینین که خیلی هم واقعی هن، اما خب باید بگم که حالا نصف بیشتر اینا نمونه های تاکسیدرمی هستن و شاید گربه‌ای که دارین توی عکس میبینین اصلا زنده نیست، مثلا یک مجسمه هستش. گفتم نمونه تاکسیدرمی، باید بگم که یک ویدیوی جدا قراره که در مورد تاکسیدرمی بسازم و همه چیز رو در موردش توضیح بدم. هنری دیوید تورو تو سال 1842 از اولین کسایی بود که ادعا کرد که گربه بالدار دیده. هنری میگفته که این گربه زائده های مودار بلندی داشته که از رو بدنش جوانه زده بودن و این دوتا زائده فصل بهار خود به خود افتادن. ناگفته نمونه که هنری برای یه مدتی بالهای افتاده این گربه رو نگه داشته. هنری برای انتقال حس شاعرانه این دو زائده مودار رو به بال تشبیه میکنه، چون کارش نویسندگی بوده. تو سال 2012 هم یک ویدیو از یک گربه بالدار وایرال میشه که افراد حاضر توی ویدیو قشنگ به بالای این گربه دست میزدن و توی ویدیو کامل نشونش میدادن. بعد از پخش شدن این ویدیو یک عده میرن سراغ نوشته های هنری و میگن که هنری اون زمان در مورد گربه‌های بالدار صحبت کرده بوده و این نمیتونه تصادف باشه، اینا واقعی هن. از یه طرف دیگه یه عده میگن که این مداخله الهی هستش و معجزه رخ داده. بعد از این اتفاقات کارشناسا شروع میکنن به تمرکز روی گربه‌های بالدار و بررسی بیشترشون و در نهایت سارا هارتول میاد و 3 دلیل برای وجود گربه‌های بالدار ارائه میده. دلیل اولی که سارا هارتول ارائه میده اینه که اگه به گربه‌های بالدار توجه بکنیم میبینیم که اکثرشون گربه‌های مو بلندن و این گربه‌ها وقتی موی تنشون لیس میزنن خودشون رو مرتب میکنن، موهای پشتشون مات میشه و این باعث میشه که ما اون تیکه‌های خز گوله شده رو شبیه بال ببینیم. احتمال دوم اینه که گربه به کیوتینیوس استنیا یا به سندروم پوست ضعیف یا پوست بیش از حد الاستیک مبتلا باشه. ناگفته نمونه که این سندروم توی انسان هم دیده میشه که بهش میگن الر-دانلوس سندروم و این شکلیه که پوستتون خیلی کش میاد. برای مثال جیمز موریس که معروف به مرد الاستیکی هندیه مبتلا به همین سندروم بوده. توی این مورد گربه وقتی خم میشه یک پوستی پشت دستش جمع میشه و از چشم ماها شبیه باله. توی این مورد پوست گربه به حدی پلاستیکه که شما خیلی راحت میتونید پوست پشت دستاشو با دستتون نگه دارین، بکشین، حتی عکسش هم راحت بگیرید. توی این سندروم چینی که حالا تو پشت دست یا رو شونه گربه ایجاد میشه حاوی بافت عضلانیه، به خاطر همین میتونه جابجا بشه ولی دیگه استخوان و مفاصل حمایتی نداره که بهش بگیم باله. احتمال آخری هم که سارا میگه اینه که احتمالاً گربه با یه اندام اضافی یا یه جهش و یا یه دوقلوی به هم چسبیده به دنیا اومده باشه. خب حالا دوقلوهای به هم چسبیده چطوری به وجود میان؟ وقتی که تخمک بارور شده به طور ناقص به 2 قسمت تقسیم میشه، احتمال تولد حالا اون حیوان مثلا اون گربه با اندام اضافی خیلی زیاده. یعنی 2 دست داری، 2 پا با 2 دست دیگه رو شونت. یعنی اگر بچه گربه با یه جفت بازوی اضافی توی جای درست
به دنیا بیاد شبیه باله دیگه، انگار 2 تا دیگه بازو اینجاهاش داره. متاسفانه تو هر 3 مورد احتمالش زیاده که گربه درد بکشه یا آسیب ببینه. دلیل اینکه این بالا زیاد برای گربه ها خوشایند نیست اینه که یه چیز دست و پاگیریه براشون. به خاطر همینم هر چقدر که حالا این موجود افسانه‌ای توی دنیای واقعی کمتر باشه، کمیابتر باشه، در واقع چیز بهتریه، چون که گربه خودش سالم تره. علاوه بر این دلایل من یه جایی هم خونده بودم که در اثر جهش ژنتیکی هم خب گربه ها میتونن بال داشته باشن، اما چون گربه ها از این بالاشون استفاده نمیکنن و پرواز نمیکنن، رشد بال تا یک زمانی ادامه پیدا میکنه و بعد از زمان مشخصی متوقف میشه. یعنی شاید بال دارن ولی خب بالشون کامل نیست که بتونن پرواز کنن. معمولا اگه مایع گربه‌های مو بلند رو درست حسابی هر از چندگاهی برس نکشین، احتمال اینکه این گلوله‌های خز به وجود بیاد و حالا موهاش به هم بچسبه خیلی زیاده و این خب چیز خوبی نیست. پس مرتب نگه داشتن موی گربه و برس کشیدنش خیلی مهمه. باید بگم که این مشکل مختص گربه‌های مو بلند نیست. تو گربه‌های مو کوتاه هم همین مشکل رو میتونیم ببینیم. درست وقتی که خز کهنه‌ای که پوست اندازی شده میچسبه به خز تازه‌ای که به وجود اومده و از این بالا به وجود میاد. پس حواستون به خز گربه‌تون باشه. گربه هایی که مشکل پرکاری تیروئید دارن هم مسئله خز خیلی زیاد دیده میشه. علاوه بر این توده های خز گاهی یا خود به خود میافتن یا گاهی یه جای گیر میکنن و کنده میشن که خیلی از موارد اصلا بدون هیچ درد و خونریزی اتفاق میفته و گاهی وقتا هم با خونریزی، اما خونریزی خفیف. نگفته نمونه که تو بعضی از تصاویر مربوط به مصر باستان الهه بسته که حالا محافظ فرعون و الهه خانه و زایش و باروریه با سر شیر یا گربه و با بال ظاهر شده. خب این بود از این ویدیو. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنین، به کانال من سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم بزنین که از ویدیوهای جدید با خبر بشین. علاوه بر این هر انتقاد، پیشنهاد و هر ایده‌ای که داشتین توی کامنت ها لطفاً برام بنویسین. اینستاگرام من توی دیسکریپشن و تو آخر ویدیو میاد، از اونجا میتونین منو دنبال بکنین. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. خداحافظ.